رو که بشنوید ستاش به معنای عصبانی شدن هستش. خب حالا ما میخوایم محض این که زمان شیمدیکی زمان رو یکم حرفه‌ای شیم و صرف کردنش رو یاد بگیریم، این فعل سینیرلمک رو میخوام براتون صرفش کنم. پس با دقت نگاه کنید. خب به ترتیب میگیم ben sinirleniyorum. Ben sinirleniyorum. Sen sinirleniyorsun. O sinirleniyor. Biz sinirleniyoruz. Siz